بارون پسری تونست، پسری من، فهمیدی؟ مادر جان کوهکای مراد رو گرفته برد. بارون با کل افتا گم شد. زودتر ای خدا این زنه چیکار میکند؟ با سرمون بلا میورد. با آب پرید تگی آب شد دیدی؟ لاباس بنازد ساحل جناب پیرت جناب پیرت فرده او رو گم شوید. من تو را نمید. به نام خدا بسیار زیر شدم. کل آدمان را میگیرد. خدا نشان ندید همدردی مرا قبول بکن. پدرت جوان بود. Sana geldim, al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? این دیگه چی از قدیم خان؟ دیگه تمام روز قلبه میکدی. خانم هدیه کجا بخیر؟ دیسا به وقت کجا میرن؟ خدایا من چی فکر میکنم؟ نه که خانم هدیه را خوب شد که آمدی دخترم. دایی حویلی کلان فقط صدای نفس خودم میشنیدم. چی کنیم دیگه مادر کلان؟ قصر با رفتن شما کاملا خالی شده. اینا میفهمین که ستون اصلی او قصر شما بوده. نباید ما را در اونجا تنها میماندین. مادر کلان جان چی میشه؟ پس خانه بیاین. نه میخوایم او دورانه. نه میخوایم که او زن شیطان صفت ببینم عروس. زد نکنین مادر کلان. میمانین که او زن در برنامه های خود موفق شود. او خانه از شماست. خانه اصلیتان است. کاش که میدیدین ملکه خانم چه قسم سربلند قدم میزنه، مثل ای که خانم اصلی او قصر باشه. لطفاً زد نکنین مادر کلان. دوباره برگردین لطفاً.
ما کجا میریم؟ به دیدن دوستت میریم زهرا؟ طرف چپ دور بخورین. فاطمه کجا میخوایی بری؟ در خانه بعضی کم بوداست، میرم که بیارمش. خانم زمرد، از شما یک سوال دارم، اما بر قدیم خان بر ارتباط دوران چیز گفته بودی؟ نه خیر نگفته بودم. خب چرا این سوال ازم پرسیدی فاطمه؟ نه چیز مهم نیست. قدیم خان کمی تغییر کرده، از او خاطر ایره پرسیدم خانم زمرد. بله. من تو را دوست نداشتم، تو را جبران گرفتم. من به همیش میرم، در این خانه نمی باشم. کجا میخوای بری؟ خانه پدرت؟ با اوش بیا، اگه باز لط میخوری. آرام در خانهت بشی، متوجه دخترت باش. دختر من نیست، دختر تو است. هر کاری که میکنی بکن، من میرم. دیگه هرگز در این خانه نمیایم. نظام، تو با شکور همکاری کو، من از دروازه عقب شما را میگیرم. شکور، تا از مردن آوین مطمئن نشدی پیش من نیایی. خب کجا آمدیم زهرا جان؟ بیاین حالا میبینین. آهسته آهسته. آهسته برو. زینب دخترم، تو آمدی؟ تو دیده چی میکنی شیموزه؟ خانم هدیه کجا هستن؟ پیش دخترش است. قدیم خان،
بگوین که در حق او بیچاره چی کردین؟ زهرا جان میشه بگویی کجا میریم؟ بیاین حالا باز میبینین. کامرگان بیاین. عجله کنین بیاین دیگه. زهرا زهرا در دنیا هر چه خواستم حاصل نکردیم، اما فقط یک خواست دارم. وصیت من همی است که مرا در کنار قبر مادرم دفن کنه. کلمه بخوان. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زهرا میبخشین نه اینجا. شما یک دختر خورده ندیدین آقا؟ بسیار میبخشین، همراه دخترم آمده بودم. دفعتا نمیفهمم کجا رفته گمش کردم. یک بالا پوش جگری پوشیده بود، شما دیدین؟ تو اینجا هستی؟ تو زنده هستی؟ نمردی؟ تو زنده هستی؟ وقت خبر مرگ تو از عراق آمد من هیچ باور نکردم. همیشه اسم میکردم تو زنده هستی و یک روز دوباره پیش ما میایی. حالا تو اینجا در مقابلم ایستاده هستی. چرا خاموش هستی؟ یک چیز خوب بگو. چیزی به گفتن ندارم. از اینجا برو. نمیرم، رفتن نمیتونم، هیچ جایی نمیرم. تو زنده هستی، من جایی نمیرم. چی فرق میکنه؟ حالا که تو خانم دوران شدی دیگه هیچ فرقی نمیکنه. ما برات دلیلش هم میگم آزاد. نمیخوایم چیزی بشنوم.
لطفا قسم نگو. ملکه از اینجا برو. نه میرم، نه میرم. لطفا گپای ما بشنو آزاد، لطفا. مادر خودم را نامده. چو باش بیا همراه ما بیا. رایم کنه. داخل موتر شو. دروازه را باز کنید. مادر! دیگه هیچ چاره نداشتم آزاد. مجبور شدم، دیگه راه نداشتم. از زهرا جدا شده بودم. مجبور بودم، تو نبودی. زیاد مجبور بودم. بله نبودم. اگر کم صبر میکردی دوباره پیدا شده حتما میامدم. نمیفهمی چی روزهای سر ما آمد. چی روزای سرت آمد؟ بگو. ما تو از یه چیز خبر نداری. وقت در عراق بودم، هر لحظه هر دقیقه میخواستم پیش شما بیایم. حتی لحظه که طرف اعدام میرفتم فکر اوشم طرف شما بود. اگه واقعا به فکر ما می بودی رها کده ما را پیش علی نمی رفتی. ما را هیچ وقت تنها نمی موندی. علی بیادرم از ملکه. چطور میتونستم تنها بانمش؟ وقتی او را چیز میشد چطور زندگی میکردم؟ تو علی را انتخاب کردی، مام زهرا را. در روزایی که هیچ کس همراهیم نبود دوران برم دست خدا دراز کرد. مام دستش گرفتم. حق به جانب استی. هیچ چیز به گفتن باقی نمانده. کاش که هیچ نمی آمدی. کاش که تو را هیچ نمی دیدم. کاش که تو ملکه سابق می بودی. مریم، بسیار سالها میشه که تو را ندیدیم.
ما ده عراق بودم، ده زندان. به خاطر چی آمدی؟ میخوایی مرا ناراحت بسازی؟ قسم نگو مریم، ما زیاد فکر کردم. فهمیدم که ده حق تو ظلم کردم. سالا کوشش کردم که تمام کارهای بدت فراموش کنم آقا شیموز. حالا که از کارهای بدت پشیمان شدی دوباره پیش ما آمدی، اما من تو رو نمی بخشم. من به تو هیچ ضرورت ندارم، فهمیدی؟ حال گذشته ها گذشته مریم. نمیتونم تغییر بتم. نمیتونم از تو معذرت بخوایم، اما دخترم شاید مرا ببخشه. بگو مریم، دخترم کجاست؟ چند اتاق دیگه باقی مانده؟ غذای ما گرم است. خیرت است؟ خیرت است؟ با پلیس خبر بدین. با پلیس خبر بدین. او دخترم میکشن. با پلیس خبر بدین. او دخترم میکشن. خدایا تو ازش محافظت کن. کاکا شیموز شکر پیداش کرد. حالا چی خود کردیم؟ دروازه را باز کن. به دیدن مادرم میرم، گفتم باز کن. مادر. مادر. مادر مادر جان، مادر مادر چی شد؟ تو هم اینجا باش، کارش یک طرفه بساز. تو علی را انتخاب کردی، مام زهرا را. در روزایی که هیچ کس همراهیم نبود، دوران برم دست خدا درست کرد. مام دستش گرفتم. دانستی هیچ چیز با گفتن باقی نمانده. عدیه خانم اگه جای میرفت هرگز این قسم بدون خبر ناوقت نمیکرد. از رفتنش چند روز میگذره اما ازش خبری نیست. از عدیه ما باید حساب بتم فاطمه. ما چی بفهم که کجا رفته؟ شاید که امرای برفین جای رفته باشه. برفین از هیچ چیز خبر نداره. قدیم خان چی گپ است؟ خانم هدیه کجا؟ بس از دیگه. تو کی هستی که از ما قسم سوال میکنی ها؟ سر دوران قهر شد رفت. تو هیچ مداخله نکن. بیازو خودم زیاد مشکل دارم. من گفته بودم که آقا آزاد زنده است. بس از دیگه زهرا. استاد کو محترم، استاد کو. گفتم همیال استاد کو. هنوز گپای ما همراه آقا آزاد خلاص نشده. گفتم استاد کو. چرا اجازه نمیدی که ما گپ بزنیم؟ چرا قسم میکنی؟ مادر با آقا آزاد چی گفتی؟ ملکه براش بگو چپ شوه.
مادر بیاین که پیش آقا آزاد بریم. دستم ایلا کن. مادر لطفاً بیاین که بریم. مادر شما را چی شده؟ با چشمای خود دیدین که آقا آزاد زنده است. مادر حالا دیگه بریم همراهش گپ بزن. همه چیز بخیر مثل سابق میشه قسمه که تصور میکردیم. زهرا بس است. مادر جان لطفاً. با دارون سلام بگو. برش بگو که زندگیشو به جهنم مبدل میسازم. اصلیت او را به کلگی نشان میتون باز خواد فهمید که ترس چی است. هر دقیقه مرا در خوابش خواد دید. فهمیدی احمق؟ مادر لطفاً خاموش نباشید. مادر داخل نرید. این کار نکنه. اگه یک بار برید دیگه هرگز برآمده نمیتونیم. همراه آقا آزاد گپ بزنید. حتی مام همراهیتون میرم. یک جای رفت گپ میزنیم. بریم مادر. ای چی میگه؟ آزاد واقعا زنده است؟ مادر لطفاً این کار نکنه. بس از دیگه زهرا، بس از. مادرت خانم ما هست. عروسی قصر است. هیچ جایی نمیره. نه خیر، تو باید بشنوی. مادرم آقا آزاد دوست داره. تو را هرگز دوست نخواد داشت. هوش کنی سرش دست بالا نکنی. چی شد؟ برای چیزی گفتن؟ کسایی که به تعقیبش بودن آله نیستن. پلیس ها کوشش خودم میکنن کاکا. حامی زخمی بود و وضعیت کجا رفته میتونه چی خواد کرد کاکا شیمود. گناهم است. شما خدا هیچ مقصر ندانید. اگه ما با دیدنش نمیرفت تو می کار نمیشد. با دیدن کی؟ شما درباره کی گپ میزنید؟ کسی نه. دوست سابق است. چطور نتانستی او را از بین ببری ها؟ من تو را به خاطر چی روان کردم؟ بی ظرفیت. پلیس آمد پدر. اگه شلیک میکردم مرا گرفتار میکردن. از او خاطر از بین نبردمش. کاش که تو را پلیس گرفتار میکرد. از غم تو احمق بی غم میشدم. هر طرف جستجو میکنین تا که آوینه پیدا نکنین. عراق نمیرین. فهمیدین یا نفهمیدین؟ دخترم کمدگم آفرین. فهمیده بچه اما با دوران چی بگویم؟ توبه من خو یک گپ ایش نفهمیدم بچه ماما. دوران چرا به خاطر عروسی کردن تو همراه فاطمه مخالفت میکنه؟ گفتم مادرش میشه از او خاطر دیگه. چی؟ مادرش؟ کی؟ فاطمه. از کی؟ از دوران خان. چیز؟ مادرش. گفتم مادرش میشه؟
به خاطر چی گفتم؟ به خاطر چی؟ به خاطر که فاطمه او را کلان کرده، از خوردی او را در آغوش گرفته و بزرگ ساخته، از او خاطر مثل مادرش است. نمیخوای که همراه ما عروسی کنه بچه ما. یعنی مادر معنویش است. به هر صورت ما برنامه‌های بعدی خودم به خاطر که بدون عروسی هیچ امکان نداره که تو برنده شوی. از او خاطر از قریای دور هر کسی که پیدا شد خدا کنه دزدم باشه همراه عروسیش میکنیم. نه بچه ما همراه کسی دیگه عروسی نمیکنم. من فاطمه را دوست دارم. ما عاشق فاطمه هستم. راست میگی. خب حالا به تو موفقیت میخوایم که به خیر هر چیز زود عشقت به دست بیاری. من دیگه رفتم. آپ کجا میری؟ دیوانه شدی؟ مرا رها کرده میری؟ تو قوم ما مستی مشاور ما. تو چی هستی؟ چی گفته بودی؟ فراموش کردیم نمیفهمم گفته بودی. چی هستی؟ چی هستی؟ نمونه. تو نمونه شخصیت ما هستی. لطفا نرو. تو اگه مرا رها کرده بری چی خواد کردم؟ بلکه تنها میشم. حداقل خود تو همراه ما باش، از ما دور نشو لطفا. فاطمه را به ما بگی لطفا. درست است، بسیار خوب. بچه ماما یک راهی وجود داره. چه قسم راه؟ فاطمه را از قصر فرار میتیم. چی گفتی؟ فاطمه را از قصر فرار میتیم. ما مرا مجبور نسا سر خودش شور بتام. چه قسم بچه همه؟ نه امکان نداره. هیچ امکان نداره. امکان نداره. ما به تو هر ناممکنه ممکن ساخته میتونم بچه ماما. تو هیچ تشویش نکن. توبه قصر به جوش آمد. ای چه قسم خبر است؟ باز چی شده؟ چرا پریشان هستین؟ آزاد زنده است قدیم خان. در آرمان لیست. از امو اول میفهمیدم که زهرا ناقی گپ نمیزنه. میفهمیده که آزاد زنده است. آزاد زنده است؟ گوش کن ملکه، با هم توافق کردیم، بعدا عروسی کردیم. تو دیگه خانم ما هستی. گذشته را فراموش کن. آزاد دیگه خلاص شد رفت. ما فقط خواستم. چطور میتونی بدون اجازه ما با دیدن آزاد بری؟ با دیدن آزاد نرفته بودم. نمیفهمیدم که آزاد زنده است. دروغ میگی؟ نه خیر، باور کنین مادرم راست میگه. مادرم از هیچ چیز خبر نداشت. بیرون برو. ایلش کو. گفتم ایلش کو. باور کنین مادرم خبر نداشت. من مادرم بردم به خاطر که آقا آزاده ببینه. بچه برو. زهرا آزاد زنده است ها؟ چشمایت روشن زمرد. زمرد خانم، شما چرا هیچ خوش نیستین؟ نه که از زنده بودن آزاد خان خبر داشتین ها؟ نه خیر، چند روز پیش خبر شدم. خب چرا نگفتی زمرد؟ چطور قسم یک خبر خوش از ما پنهان کردی؟ آزاد اجازه نمیداد. توبه. اما به خاطر چی؟ به خاطر چی بوده میتونه؟ کسی را که دوست داشت همراه دوران عروسی کرد. غیرت کرده نتونست که بیایه. دروازه را باز کن. مادرم بیگناه است.
به خاطر پیدا کردن زهرا رفته بودم. وقت دفعتا آزاد دادم مقابل خود دیدم. بازنده بودن آزاد چی تغییر میکنه؟ ها؟ چی تغییر میکنه؟ هیچ چیزه. فکر که آزاد زنده نیست. از عراق برنگشته. تو امور ندیدی. چطور به این اندازه بی وجدان بودم میتونی؟ اجازه دادن میتونم همراه نامزد قبلیت ملاقات کنی. تو میفهمیدی؟ از زنده بودن آزاد خبر داشتی؟ از زنده بودن آزاد میفهمیدی؟ اما به هیچ کس نگفتی، پنهان کردی. طلاق گرفتن از لیلا، به خاطر عروسی کردن با من عجله داشتی. تمامش جز برنامه تو بود، نه؟ مادر، از همین خاطر دختر ما پیشم نمیموندی. به خاطر که از زهرا استفاده کردم مرا مجبور بسازی. مرا از آزاد تا ابد جدا بسازی. نخیر. به خاطر که تو را دوست داشتم. میخوایم تو هم مرا دوست داشته باشی. تو دیوانه شدی. با اندازه ما هیچ کس دوستت نداره. هیلایم کن. یک بار بگو مرا دوست داری. چی؟ فقط یک بار بگو مرا دوست داری. با تو دروغ بگویم؟ دروغ بگویم؟ بله. اگه دروغم باشه یک بار بگو مرا دوست داری. اوه، خداوند محبتشون از یاد بسازه. مادر لطفاً دروازه را باز کن. اگه بخوایی با آزاد ضرر برسانی، قسم میخورم که دیگر روی مرا نخواد دیدی. درست است. تو هم باید گذشته خدا فراموش کنی. اگه با او روبرو شدی مسیر خدا تغییر میدی. اگه خبر شوم که تو او را دیدی یا خواستی همراهش گپ بزنی، قسم میخورم هر دویتونم میکشم. فهمیدی؟ مادر جان، مادر جان شما خوب هستین؟ شما را چیزی نشده نه؟
چرا به تو باور نکردم؟ مادر جان گریه نکنین، بس هست، حال گذشت. چرا به تو باور نکردم؟ اگر باور میکردم حال کل چیز متفاوت می بود. مادر لطفاً گریه نکنین. مرا ببخش قنده مادر، مرا ببخش به تو باور نکردم. چی کردی؟ وضعیتت چرا خراب است؟ خان صاحب آزاد چندمین بار است که کارت درست انجام نمیتی. آزاد برات سلام گفت خان صاحب. تو چی گفتی؟ برای شما سلام رسان. گفت ازش دانه دانه حسابی میگیرم. گفت زندگی شبه جهنم ما بدل میسازم. واقعا همین قسم گفت. افراد خود آماده بسازیم، کارش بر یک طرف هم میکنیم. اگر بخوایی که با آزاد ضرر برسونی، قسم میخورم که روی مرا نخواد دیدی. نه خیر. وانا این که بره تو هم چند روز غیب شو. بله روز بخیر. میخواستم یک خبر بتم. قاچاق بر مواد مخدر آزاد کرمان زنده است. ده هارمانلی است. کمی فشار میتین. دهی آب لیمو، شیر، ماست علاوه میکن. بعدن شربت شکم میسازیم. چند دقیقه دگام ناوقت می آمدی قدیم. فکر میکنم از بودن ما به اینجا خبر نداشتی. بسیار خوب. این غذا خاصیتش همین قسم است که شربتش باید زیاد باشه. وقت شربت شکم بسازین. مادر جان اگه دوباره عذر میخوایی پیش کنی، هیچ خود زحمت نتی. لوازم خود جمع کردم. امشب امرای تو یا هم بدون تو طرف ازمیر به خیر حرکت میکنم. موضوع ازمیر بانین. براتان یک خبر خوش دارم. خیریت باشه. عروس کوچک چیزی شده؟ نه خیر مادر جان. اول وعده بتین که آرام می باشین و هیجانی نمیشین، درست است؟ چی شده قدیم؟ چی گپ شده؟ آزاد زنده است مادر جان. چی؟ آزاد قدیم
چی؟ ما یک گلاس آب میخوایم. برین بنوشین. آب گرم نه، ما آب یخ خوش دارم. گفتم برم از یخچال بنوشم. آشپزخانه تا همون طرف است؟ بله همون طرف است. خوب درست است. والایی را که ما بیاریم بیجور است خانم. خسته نباشی. زنده باشی. بفرما. یک گیلاس آب یخ میشه که بریم بیتی؟ آقا راشد؟ به خاطر چی آمدی؟ چرا خود این قسم ساختی؟ ما با فرار دادن تو آمدیم. آقا راشد تو عقلت از دست دادی؟ دیوانه شدی چطور؟ دیوانه شدیم. تو مرا دیوانه کردی. عشق تو مرا دیوانه ساخته. آی سرمیزی چقدر مقبول است. مادر میداره با دستای خود دوخته بیچاره دوخته چشماش گر شد صدقه چشماش. اینجا چی گپ است؟ کهنه به نوز ببینم که چی آوردن. جمع کنین اینا را. یکی دیگه هم هست. هی کیره میگم زود باش لوازمتان جمع کنین برین. بچیم این آله می رفتن. بیچارتش نشده بود. الا برین خواهر جان برین زود باشین. زود باش. روز بخیر. برین زود باشین. الا زود باشین عجله کنین. برین دیگه صبر کن. از اون طرف نه از این طرف. برین دیگه چرا استاد هستین؟ زود باشین دیگه این طرف ها نیاین. رستم خان اگه بار دیگه آمدن هوش کنی که نمونی داخل بیاین. روانشان کردم هرگز دیگه جرأت نمیکنن که بیاین. براست تمام گفتم دیگه اجازه نتن که بیاین. دختره که صاحب اینجا بود کجاست؟ دکتر زینب آمد و او را برد. حتما به خانه خود بردیش. خانم ملکه برش زنگ زده خبر داد. نوجین مادر خوش آمدین. دستایتان ببوسم. خدا را شکر خوب شد که بخیر دوباره برگشتین. خوش آمدین مادر. بدون شما این خانه کاملا خالی بود. بعد از این ما را هرگز تنها نمانین. خوش آمدین مادر کلان. پشتتان دق شده بودیم. تشکر از اینکه گپ مرا شنیدین. به خاطر که آزاد خواست من به قصر آمدم. او به مشکل گرفتار است. پلیسا در همه جا به تعقیبش هستند. اما خوب میفهمم آزاد ما بیگناه است. مجرم اصلی را پیدا کرده. او را پیش پایای ما خواهد انداخت. بعد از او باز خودشان به قصر می آید. چون امیر خانه اصلی آزاد است. زیاد دق شده بودیم. نان از گلون ما تیر نمیشد مادر. فقط مرگ میتونه مرا از این خانه جدا بسازه. هدیه را بخواین که بیایه. میخوایم همه تانه در نزدیک خود ببینم اولادا. میایم مادر جان تشویش نکنین.
بان این کمرای برفین یک چند روز باشه. بگو برفینم بیایه. حتما او هم دق شده. بله. کی است؟ جواب نداد مادر جان. تو چی میکنی؟ فرار نکن، فقط میخوایم امرایت گپ بزنم. خان سیمون از منطقه سرحدی عراق آمدن. در اینجا به چند وقت در خانه یکی از اقاربشون زندگی میکنن. در تلاش دختری که هستن از شفخانه فرار کرده. تا دختر از بین نبره نمیرن. این موضوع ناموسشان است. یک مسئله دیگه هم از خان صاحب. او شامل راننده لاری. شنیدیم که هارماندی آمده. بعضی او را دیدن. لوده بیقل. ما برش گفتم که نیایی. برو ببی که در خانه خود است یا نه. آزاده در جای غلط جستجو داری. نشانی او را فقط خانمت میفهمه. تو چی گفتم ایریا؟ چرا تعجب کردی؟ آزاد زنده باشه ملکه راحت بوده میتونه. دویده پیش او رفت. خوب گوش کن. این زبانه کثیفت بستبان. از دروغای تو خسته شده. باساس. خودم شنیدم. امروز همراه دکتر زینب گپ میزدن. عذر میکرد که مرا با آزاد رو برو بساز. دروغ میگه. دروغ. ملکه ای کار کده نمیتونه. جرأت کده نمیتونه. ما او را هشدار دادم. ملکه هرگز همراه ای کار نمیکنه. دروغ نمیگم. ای گپ برات ثابت میسازم. خب امروز چی کارا کردی؟ چیزی نه. کارای روزمره. دکتر زینبو دختر خانه خود برد. بردش. ببین ملکه، ما از کارایی که کردیم تا امروز با کسی حسابی ندادیم. اما به تو وعده دادم که با آزاد ضرر نمیرسانم. با ما باور داری نه؟ باور دارم.
خوب است. ما میخوایم بالای تو باور کنم. گوش کنی مرا ناامید نسازی ملکه. فهمیدی؟ ما قصد ضرر رساندن به شما یا شوهرتان ندارم. بالای ما تهمت شده. فقط میخوایم گپ بزنم. به اظهارات شامل نیاز دارم. با شامل بگوین که برام زنگ بزنه. میفهمم نمیخواه که مجرم شناخته شوه. بچه ماما کدامش هست؟ همی هست گوش کن. تو انجام میدی یا من؟ هیچ فرق نمیکنه. به قدر کافی زیاد نه. اثرش خود از بین نرفته نه؟ بله بچه ماما، خاطر جمع باشه. کاش که همراه خود می آوردیم. اگه اثرش از بین رفته باشه باز چطور کنیم؟ حد چطور کنیم؟ نکن. وای خدا. چی بود؟ چرا؟ با خدا هیچ با خود نیست. چی شد؟ بسیار خوشایند است. این کار کی کرد چرا نبینید زنی بچه ماما؟ حالا چی خواد کردم؟ بچه ماما بخیز. با خدا از فیلم کده گرنگ سی بچه ماما. بخیز. خدایا بخیز بچه ماما، برباد شدیم. بخیز. خدا بچه ماما دیگه چاره ندارم، مرا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. این در اینجا چی میکنه؟ بخیز، خدا جزایی بده. بخیز، تو را میگم بخیز. صبر چرا میزنی؟ فاطمه تو هستی؟ ما هستم. ما تو را باید اختطاف میکردیم. موفق شدیم. آمده بودی من اختطاف کنی؟ راشد خان، ما فرار نکردیم اما عقل تو فرار کرده. دیوانه شدی؟ حالا بخیز پیش از دیگه کسی متوجه شو از اینجا. بخیز برو دیگه. برو زود شو. برو بیا.
برو شکر خدا که رستم خان در اطراف چقدر نیست. خوب کلگی خواب هستن حالا دیگه فرار کنیم بریم راشد خان اعصاب مرا بیشتر از این خراب نساز. فهمیدم تو حتما از شرم دوران خان قسم میگی ها؟ بی فاطمه تو نباید از عشق بترسی او باید گپای مرا قبول کنه دیگه خلاص. عشق چی راشد؟ من چرا همراه تو عروسی کنم؟ از اینجا برو گم شو. اگه نه خام پوستت میکنم باز از من گله نکنی. گپ فهمیدی؟ فاطمه حالا برو گم شو از اینجا. گم شو. توبه. کم بود دستگیر شوم شموز بیدار. از یک طرف پلیس از دیگر طرف آروم از پیشم فرار کرد. کار خوب نشد. فقط شامل تو را نجات دادم میتونه. بسیار متوجه خود باش آزاد. هر طرف پلیس است. در تلاش تو هستن. زینب برام زنگ زده بود. گفت امرایت باید گپ بزنم. فردا باید تو را ببینم بیادر. زهرا جان چطور هستی؟ تشکر. شما چطور هستین؟ زنده باشی جانم. مادر بجای شما مبارم. نترس هیچ چیز نمیشه. من رفته زود میایم. تو متوجه خود باشی کافی است. صبح خیر خواهر. یک سوال داشتم. بفرمایید داخل بیاین خان صاحب. احمد ماشاءالله کلان بچه شدی نام خدا. شاید به چیز ضرورت داشته باشین. تشکر بسیار زیاد. خداوند از شما راضی باشه. بسیار دست باز دارین. شما به کمک نیاز دارین. شامل به مشکل گرفتار است. مشکل چی خان صاحب؟ پلیس تلاش آزاد کرمان است. آزادم میخواه شامل مقصر ثابت کنه. یعنی که شوهرت با مشکل دچار است. امروز صبح آزاد خان اینجا آمده بود. این شماره را برم داد. گفت شامل برم زنگ بزنه. تا استاد ملکه از اینجا نره ما آرام بوده نمیتونیم. نوجین مادر تنها خواسته او امی است که همراه دخترش باشه. زهرام در این حالت با موجودیت مادر زیاد نیاز داره. در حقیقت عروسیش با دوران خان خوب شد نه؟ تو مداخله نکن فاطمه. از تو کی پرسیده؟ بیبی هدیه به خاطر او خانه را ترک کرده رفت. با هدیه زنگ زدی؟ میایه یا نه؟ نه خیر نه خیر قسم نمیشه. تلفن به خودم بده. بفرمایید نوجین مادر. امیال برش زنگ زدم. گفتم زود بخیز و بیا. گفت درست است.
خوش آمدی بچه ماما. سر من کار نیستی اما تو نیست. من هیچ کار کردن نمیتونستم. یک صدا شنیدم مجبور شدم از اونجا فرار کنم. اما تو کاش که دستمال بو نمیکردی. اگه نه حالم رای فاطمه یک جا می بودی بچه ماما. اما خاطر جمع باشه بچه امید، هیچ وقتی مایوس نمیشه. انشالله یک راه را پیدا میکنیم. دیگر راهی نداره بچه همه، هیچ راهی نداره. فاطمه مرا دوست نداره. امروز صبح فاطمه را از دست دادم. امرای انتخاباتم از دست میتم. زندگی خود از دست دادم. ناکام شدم. قدیم خان، قدیم خان، چی گم شده؟ چی میخوایی بگویی؟ میخوایم حقیقت بفهمم. خانم هدیه را چی شده؟ دقو شما چی کردین؟ از پیشوریم گم شو. تا هم بالایم شروع کردی؟ وقت ندارم کمرای تو آدم گپ بزنم. میرم بنوجین مادر کل چیزم میگم. فاطمه تو مداخله نکو. اگه نمیفهم که تو را کجا روان کنم. چطور هستی آزاد؟ خوب هستم. تو وقت گفتی عاجل باید ببینیم باز بسیار به تشویشت شدم. خیرت هست انشالله. بله گپ قابل تشویش نیست. آزاد دست ما تو را به گپ زدن نخواستیم. چی میگی لیلا؟ چی؟ مجبور شدم که امرایت گپ بزنم. چیزی به گفتن نمونده. بیا زو گپای خودت گفتی. آزاد، وقت همراه تو گپ می زدم متوجه شدم که دوران ما را می بینه. تو ندیدی اما او از دور ما را تماشا می کرد. مجبور شدم برای تو قسم گپ ها را بگویم. اما قسمه که بررسی کردن مجبور شدی؟ بله مجبور بودم. از کسی که پول گرفته بودم مرا هیچ آرام نمیماند. بالایم تهمت کردن، به عزتم اتهام بسته کردن، خواستن مرا از هارمونی اخراج کنن، به خانه ما هجوم آورده، مرا به روی سرک آوردن.
چی میخوایی؟ چرا اینجا آمدی؟ زود از اینجا برو. حق داری که با ما توهین کنی، اخراجم کنی، حتی لط و کوبم کنی. مریم، هر چیزی که میگی بگو، اما یک گپ از ما پود نکو. به من نشونی دخترم زینبه بگو. دخترم کجاست مریم؟ همینجاست؟ لطفاً قربانت شوم، با من نشونی دخترم بگو. آل عقلت در سرت آمد؟ من هیچ جواب به تو ندارم. از اینجا برو. برو خود دخترت پیدا کن. مادر جان، امروز چطور هستین؟ همینجا توقف کن. وقت علی به شفاخانه آمد یک حادثه کوچک رخ داد. مرا به اتهام اقدام به قتل علی به زندان انداختن. نمیفهمی چی روزای بد را دیدم. ما و زهرا کاملا پریشان بودیم. به هیچ صورت حاضر نبودم زهرا را تنها بانم. به خاطر که همراهش باشم مجبور بودم یک کار کنم و یگانه راهش عروسی کردن با دوران بود. خان صاحب هم یاله برم آزاده بگیرم. نه خیر، میره. کجا میرین؟ بشه حاجت. آزاد، من از دوست داشتن تو هیچ منصرف نشده. اما امید خود از دست داده بودم. گفتن تو مردی. حتی مادرت تا سر قبرتم آمده بود. آزاد، همراه تو یک جا از خدا منصرف شدم. دیگر روحم از من نبود. دیگر هیچ چیز به خود نمیخواستم. من خودم به خاطر زهرا فدا کردم تا همراه او یک جایی باشم. مجبور بودم. ما در عراق نمردم. وقت عروسی تو همراه دوران دیدم مردم. تو مرا کشتی. آزاد، به خاطر دخترت فداکاری کردی. اما این بهانه حقیقت عروسی تو و دوران تغییر نمیده. چیزی به گفتن باقی نمونده.
نوجین مادر، نوجین مادر، چی میگی فاطمه؟ براتون یک موضوع را میخواستم بگویم به ارتباط هدیه خانم. قدیم خان اول تلفن جواب بده. زود باش فاطمه، ای بار تلفن جواب بده لطفا. بله، کی هستی؟ فاطمه، ها هدیه هستم. نه خیر فاطمه، در ازمیر نیستم. حالا گپ من خوب بشنو، به کسی نگو که ما زنگ زدیم. برات یک نشانی را میگم، فوراً خدا اونجا برسان. از دیدن شما بسیار متعجب شدم دوران. به شما یک پیشنهاد دارم. پیشنهادک چی است ها؟ اگه آزاد از بین ببرین هاوینه به شما تسلیم میکنم. با یک تیر دو شکار. منظورت همی است؟ به از ما همراه آزاد یک حسابی داریم که ناتمام مانده جانم. خب ما او را از کجا پیدا کرده میتونیم؟ براتان اول میتم. شما هم رفته کار تمام کنین. مادر چی شد امرای قاضات گپ زدین؟ بسیار تشکر. خدا از شما راضی باشه. متوجه خانم هدیه بودین. فعلا همینجا مهمان شما می باشه. اگر با کدام چیز ضرورت دارین لطفاً بریم بگوین. وقتی باردگاه آمدم کارش براتون میارم. لطفاً ایرام قبول کنین. خواهش میکنم دخترم، به یک بیچاره که پیشم آمده 2 قاشق شوربا دادن، نیاز به پول نداره. لطفاً غلط فکر نکنین، به این ضرورت خود شد. اگر صحتش خراب شوه باید پیشتان پول باشه. خب درست است. بله آزاد خان، شامل میخوای همراهتان گپ بزنه؟ درست است. او کجا میآید خانم؟ عاجل میآیم. مقابل خانه دکتر زینب منتظر باش. هوش کنی جای دیگه نری. آزاد نباید فرار کنه. برو. بله راشد خان، ما هستم دوران. آزاد 1 ساعت بعد به دیدن اسرائیل میآید. بعد از ایش خودت میفهمی. مادر بخاطر چی گریه میکنه؟ همراه قاضات گپ نزدین؟ او رو ندیدین؟ آزاد بسیار قهر است، اما هیچ مشکلی نیست. همین که تو همراه مستی به خاطر داشتن تو هر کار را انجام دادم میتونم. دیدن به چشمای زیبایی تو ارزش تمام دنیا را داره. هیچ پشیمان نیستم، به خاطر که تو را بسیار دوست دارم.
بارون پسری تو نیست، پسری من، فهمیدی؟ مادر جان، مادر جان، کودکای مراد رو گرفته برد. مراد با کول افتا گم شد. زودتر زودتر زودتر. ای خدا این زنک چیکار میکند؟ با سرمون بلا میآورد. با آب پری تگیاب شد دیدی؟ لاباس بنازد ساحل جناب فیرت. فیرت جناب فیرت خرده او رو. آم شهرک من تو را نمید. به نام خدا بسیار سیخ شدم. کول آدمان رو میگیرد. خدا نشان ندید همدردی مرا قبول بکن. پدرت جوان بود.